وقتی که توکتبا وزیر دفاع شده نتانه، وقتی که تاجر رئیس جمهور شده نتانه، وقتی که هزاره رئیس جمهور شده نتانه، وقتی که ملتی وجود نداشته باشه، شما افغانستان چطور نجات میدید؟ وقتی که قرآن میگیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اونجا پرهیزگار مطرح است، متقی مطرح است. بگذاریم متقیان بیاید. متقیان مگر از یک قوم هستن؟ متقیان از یک قوم هستن که همیشه وزیر دفاع میشن، وزیر داخله میشن. بنابراین این مسائل را با لکچرها نمیشه، با جان دل احساس بکنیم. وقتی که من برق ندارم، وقتی که من تلفن ما کار نمیکنه، وقتی که من با کسی گپ زدن نمیتونم، احساس میکنم که این نخبگان رئیس برق را میاره تقدیرنامه میده. مگر این نخبگان سر مردم افغانستان، سر عوام مگر اشکال نمیزنن؟ این نخبگان مگر ملامت نیستن؟ مگر همین جوانان ملامت نیستن که وضعیت با گذشت هر روز خراب کردن؟ چون که 90% کابینه فعلی حاکمیت فعلی جوان هستند. این مملکت سنتی است، این مملکت عرفی است، این مملکت جرگه هاست. اینجا بزرگش، خانش، مجاهدش، استادش، دکترش، وکیلش باید همه کس جایگاه خود داشته باشه. السلام علیکم.